سلام و درود، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از این چنل. من اسکیمیتر هستم و امروز میخوایم بریم و یک نقدی از آخرین تریلر فیلم ماینکرافت داشته باشیم که اولین تیزرش حدود 5 ماه پیش اومده بود و از اون موقع بحث‌های و حاشیه‌های زیادی پشتش بود که اگه بدونین اونقدر نظر کسی رو جلب نکرد و واکنش طرفدارا اصلا جالب نبود. الان اگه بخوام بگم همه منتظرش هستن و پر انتظار ترین فیلم امسال هستش، دروغ گفتم. البته ماینکرافت پتانسیل اینو داشت که پر انتظار ترین فیلم سال باشه، اما الان بهتره بگم که همه منتظرن فیلم کنسل بشه، مثل سونیک که به همه ثابت کرد ما گیمرها زیر بار هر چیزی نمیریم که بیان بکنن تو حلقمون. فیلم ها و بازی ها منظورمه. و دیگه از این چیزا بهتر بگذریم، دیگه بسه. بریم آخرین تریلر این پیس آف شت رو بررسی کنیم و قبل از هر چیزی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. همه چیزهایی که قراره تو این ویدیو بگم نظر خودمه. نظری داشتید محترمانه تو کامنت ها بنویسید، محترمانه هم ننوشید فدا سرتون. ببخشید یه خورده صدام گرفته است. بدون معطلی برو بریم. خب دارن میافتن، بعد الکترو تنشه، مثلا بلد نیست باش کار کنه ها. میخواد کلاچ کنه، کلاچ. اون بالا میندازه. وقتی اون بالا میندازه دیگه اسمش کلاچ نیست که، چرا اسمشه؟ منطقه نگاه. اینا چرا پرت شدن؟ اینا واسه چی پرت شدن؟ گفت چی ساخت؟ الان چه مشکلی داشت؟ یه کارتون، یه انیمیشن، یه چیزی میساختین. الان این چه سمیه؟ چرا انقدر فیکه این فیلم انگار؟ چرا آرمور ندارن؟ الان این چه سمیه؟ اینو میخواین تحویل بدین؟ چرا آرمور نداری؟ چرا؟ این الان چه صحنه‌ایه؟ چرا تو قهرمانانه از یک جهت حرکت میکنن؟ بعد اصلا اونا رو ولش کن. اون دیتیل اون پشت چیه؟ اون دیتیل اون پشت چیه؟ برادر مثلا نمیخواد شواف کنه چیزایی که ساخته رو، یا مثلا میخوای بگی که اینا تو ماینکرافت بوده، اون ترن هوایی و چرخ و فلکه. بعد چرا انقدر اینا فیکن؟ آدم میره تو جامعه همچین شخصایی میبینه که میگن از دنیای واقعی اومدن توی ماینکرافت، میخوان ببینن میشه این کارو کرد تو ماینکرافت. قیافه ها رو آخه نگاه کن. نه مشکلی که ندارم، ولی لباسا رو نگاه کن. اصلا تو شبیه آدم فیک هاست. جک بلک الان چی میگه؟ جای مثلا هنری کویل. خب تازه اومدن ندر الایترا داشت. اومدن ندر. خب الان یه شخصیت ماینکرافت لجندزه. شاید مثلا فیلم ترکیب از ماینکرافت لجند و ماینکرافت عادیه، نمیدونم، ولی یه شخصیت های ماینکرافت لجنده. آره این خوکه. چی داری میسازی؟ چه اینجوری یعنی همه مشکل زامبی هست. کس باسته رو ببینم. آخه چه احساسی. الان این چه صحنه ایه؟ چرا باید گست بیاد توی اوورورلد؟ من الان انتظار دارم ویدر واردن اندر دراگون رو ببینم که داریم باش فایت میکنیم. اون کوالیتی رو من میخوام. اینا چی الان؟ اینا رو فقط بلد بودم بسازم. از الکترا خوششون اومده ها، از الکترا خوششون اومده. هنوز اندر دراگون هم نزدین. الکترا یعنی چی الان؟ خداحافظ. اسپیس رو نگه داشت. توی دیزان 4 تا بچه رو زامبی کردن. خواهر نوبه با TNT میخواد مفت بشه. مثل سازنده های بازی تا چمنیه. کریپر تو چمنیه. سازنده های بازی انگار تا حالا ماینکرافت بازی در. بله با عقل جور در نمیاد اینجا هیچی، وقتی که شخصیت های اصلی واقعی هم بعد توی دنیای ماینکرافتن که اصلا نمیخوره. میگم کریپر اینجا چی میگم کسایی که این فیلمو ساختن انگار تا حالا یه بارم ماینکرافت بازی نکردن. الان نگاه کن، اما آیرن گالم ساختن. چی جوری آهن از کجاتون آوردین؟ الفه هرزه. خب اینجا مثل که آوردنشون وولدن منشن با ویلیجر رو فوت بیدن. دهنم کف کرد. نه خدای انیمیشن رو خوب در آوردن، ولی خب ماینکرافت مووی نه واقعا بذار که نپذیرم.
وای خیلی فیک، بچه گونه است. چرا تلقین دادن دنیای واقعی و ماینکرافت رو؟ اصلا اینطوری نباید باشه. مثل که حالا مثلا یه مینی فیلمی هم بغل فیلم اصلی گذاشتن که مثلا راجع به این صحنه است فکر کنم. در نهایت ماینکرافت یه بازی پیکسلی پرجزئیات خفن فلسفیه که از نظر خودم، به شخص نظر منه، بهترین بازی تمام دوران هاست. اینو جدی میگم. و وقتی داری یه فیلم ازش میسازی و کشششو نداری که یه انیمیشن خفن بسازی، بعد همچین کوالیتی داشته باشه فیلم. نمیتونی اصلا، من نخواستم تو فیلم ماینکرافت بسازی. تو الان اینو نگاه کن، تونستی اینجوری گس رو در بیاری. شخصیت رو نگاه کن، آدم میبینه عشق میکنه. این بعد بغل استیو باشه، نه اون 4 تا دلغک که اصلا قیافشون اصلا به آدم عادی نمیخوره. میدونی چی میگم؟ تو اصلا باید اندرمنو اصلا چرا طراحی نکردی تو بازی؟ من وقتی دارم میام بازی ماینکرافت میکنم، میخوام آخرش برم چیکار کنم؟ اندر دراگون رو بزنم، نه اینکه با 4 تا گس توی اوورورلد بجنگم. الان من مثلا تو اصلا نتونستی اندر دراگون رو درست کنی. مثلا فیلم آلیس در سرزمین عجایب تونست، تو نتونستی. خب حداقل میومدی چه میدونم ویدر رو میذاشتی، واردن رو میذاشتی، میگفتی قسمت مثلا 2 میریم ویدر رو میزنیم، بعد 3 میریم اندر دراگون رو میزنیم. راضی بودم. این چه مشکلی داشت؟ بعد میای به جزئیات الکی که اصلا ربطی ندارن به اون بازی فیلم، وقتی که میای داخل بازی مثل الایترا و بچه زامی مرغ سوار اینو میپردازی که مثلا فیلمت فان باشه. همینه که میگم سازنده های بازی اصلا یه بار هم انگار ماینکرافت بازی نکردن. اینو جدی میگم. خلاصه همین دیگه. خیلی حرفای دیگه هم میشه زد که الان حضور ذهن ندارم راجبه این فیلم ماینکرافت. ولی خدایی خیلی این بازی پتانسیل داشت که یه فیلم در حد چه میدونم تایتانیک ازش میساختن، ولی چیکار کردن؟ نساختن. و این واقعا ناراحت کننده است برای ما و همه طرفدارهای ماینکرافت. امیدوارم این فیلم هم مثل سونی کنسل بشه و از شرش خلاص شیم. من اسکیمیتر هستم. اگه از این لیست خوشتون اومد حمایت کنین تا بیشتر از این نوع ویدیوها درست کنم راجع به بازی ماینکرافت و یا غیره. حمایت کنین. همین دیگه. فعلا بدرود.